کریستین باید از کمربند خودش مقابل آندرتیکر دفاع کنه توی اینفرنو مچ. همین که کریستین میخواد وارد بشه یه ماشین بهش میزنه و در میره. کریستین نمیتونه از مسابقه خارج بشه و مجبوره با همین حال خرابش از کمربند خودش جلوی آندرتیکر دفاع کنه. طبق معمول داورا با آتیش زدن گوشه‌های رینگ مسابقه آغاز میکنن و آندرتیکر کریستین رو بی‌دفاع میدونه. انتقام هل سلش رو توی این مسابقه میگیره؟ بله معلومه که میگیره. اون تمام حرکتهای خودش رو روی کریستین پیاده میکنه و به معنای واقع کلمه قصد داره کریر کریستین رو تموم کنه. اون هر حرکتی که بلد بود و روی کریستین انجام داد. واقعا انگار میخواست بکشتش و قصد داشت که کلا کریستین رو از زندگی تموم کنه و میتونه با این حرکت ها کریستین بیدفاع رو خسته کنه و همون اولای کار از رینگ بندازه بیرون و این دفعه کونه کریستینه که میسوزه و آندرتیکر انتقام داداش خودشو میگیره و بدبختی اینجا شروع میشه. وینس مکمیان اعلام میکنه که کریستین به دلیل مصدومیت وخیمی که داره حداقل 2 یا 3 ماه نمیتونه به رینگ برگرده. پس ما کمربند اینتر کانتیننتال رو ازش میگیریم و به نام وان کانتیننتر اون میدیم و این ممکنه پایان کریستین باشه. کریستین به عنوان نفر 25 وارد رویال رامبل میشه. آیا این بازگشت دوباره کریستینه؟ کریستین به محض اینکه وارد رینگ میشه میتونه آرتوروس رو از رینگ بیرون بندازه، بعدش مایک ناکس و بعد اون هم شیمس رو و بعد اون پریمو. بعد پریمو به قشنگترین حالت ممکن MVP رو بیرون میندازه و بعد اون سانتیو و اج رو و میتونه قهرمان رویال رامبل بشه یا بهتر بگم برنده رویال رامبل و به مین ایونت رسل منیا راه پیدا کنه. اما سوال اصلی اینجا پیش میاد، کیو میخواد به رسل منیا انتخاب کنه؟ هفته بعد توی اسمکداون کریستین توی پرومو میگه که قرار قهرمان WWE رو چالش کنه، اما نه به راحتی، چیزی که همه انتظارشو دارن، چمپ ورسس چمپ. پس بهش فرصت میدن تا توی الیمینیشن چمبر جلوی آندرتیکر و سی ام پانک قرار بگیره و بله مسابقه بین آندرتیکر، سی ام پانک و کریستین آغاز میشه. کریستین برگشته، قوی، پرقدرت، مصمم. اون از حرکت بسیار دیدنی استفاده میکنه و با این حرکت دیدنیش پانک رو کلا از رده قهرمانی باز خارج میکنه. انگار با پانک پدر کشتگی داره، هر موقع میاد باید بهش کیل سویچ بزنه، اما اصل کاری آندرتیکره. بالاخره میبینیم کریستین روی آندرتیکر سیگنیچر خودشو میزنه، از بالا روش اسپلش میزنه و از اون بدتر کیل سویچ خودشو بیرون رینگ روی این بدبخت میزنه. بازم میگم این با سی ام پانک کلا پدر کشتگی داره، هر موقع میبینیم داره این سی ام پانک رو میزنه. بازم آندرتیکر سیگنیچر یکی لطفا جلوی این ورژن کریستین رو بگیره وگرنه هممون رو به کشت میده. بعد از اینکه میتونه آندرتیکر رو با پشت روی صندلی بکوبه میره برای پین کردن. 1 2 3 و اینطوری قهرمان کمربند جدید سنگین وزن میشه. من نه مشکل کار از کجاست، ولی کاری که کردم بود که مثلا تو چیز باگ بازی نمیدونم مشکل کجاست. اینجا خب رنکینگ هاست، میبینید که خب چمپ WWE شان مایکلز و با اینا کاری نداریم. تو اسمکداون هم که کریستیان ورلد هیویت داره، کریستیان ورلد هیویت داره، جک زاگر هم اینجا کانتیننتال. خب مشکل اصلی این نیست، مشکل اصلی من الان اینه. خب ما نیند بنکو داریم، ما تو رسل منیا حرفی نیست، تک تیم شده، بعد یه اینترپروموشنال مچ 4 نفر زناست، بعد یهو میایم رو WWE چمپیونشیپ، بعد یو اس جا خبری از ورلد هیویویت چمپیون نیست. پس من مجبورم کلا این یه مورد رو هر طوری که شده چیز کنم و ببرم تو استوری مود. یعنی ما مچ چمپ ورسیس چمپ رو توی استوری مود داریم.
ممنونم که درک میکنید. واقعا دست من نیست. یعنی اگه مثلا بیام کاستوم مچ هم که نمیتونم بزنم، مثلا کاستوم مچ WWE چمپیونشیپ رو من بیام بزنم که نمیشه. پس آره ما مچ آخر این سیزن رو تو رسلمنیا هستش، تو قسمت استوری مود داریم نه یونیورس. نکته که الان توی ادیت آمد اینه که من میتونستم این حرکت رو بزنم، اما خب اون تایم اصلا حواسم نبود. ولی خب ببین نداره، جبران مافات میکنیم انشالله یه استریم مشتی میگیریم، رسلمنیا رو کامل فیکس براتون استریم میرم. دم همتون گم که نشستید تا آخر این قسمت رو تماشا کردید. پس قسمت آخر ما استریم میشه، اطلاعات بیشترش توی کانال تلگرام هست. تا ویدیو بعدی هم فعلا بایس.